چطور بچه خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو قراره با هم دیگه بریم سراغ ماینکرافت هاردکور. برای اولین بار داخل چنلمون قراره هاردکور بریم. ایشالا که بتونیم هدفمون یعنی کشتن اندر دراگون بیشور اونا بکشیمش. و بخشید که بعضی آقا فیلم میکنم نمیدونم امروز اینطوری شدم و بخشید یک روز صدام گرفته، احتمال حساسیت داده، دوباره حساسیت هم شروع شده و من همشم لایک کنین، کامنت بدونین، ساب کنین دیگه. Let's go بریم. اولین کاری که بکنیم اینه که یک چوب بزنیم، چوب بزنیم، چوب داشته باشیم، وسایل سنگی بعدش اوکی کنیم و داخل ورژن 1.20 الان من میتونم بگم. داخل بیلد و تلمونم گفتم منتظر باشین. فعلا نه تایم اصلا نکردم ادیتش کنم چون که کلا وقت نتونستم این چند روزه بکنم. چری بایوم، لیتس گو، بایوم جدیدم تونستیم. لیتس گو. خب اینجا زغال نموند. پایین من یک روز زغال دیدم. آره جلومونم قاره و بذار مطمئن بشم اینقدر ذوق نکنی. بله نه مطمئن شد. قراره داخل این سری هاردکور یه ذره گو بخورم چون که فعلا یه ذره بریم پایین تا شب بشه. خب خوبه. حالا ما اینجا به مدت فراوانی AFK میکنیم تا به فاک نریم. بمیر. من چه دارم با تبر میزنم نمیدونم. اینا هم بگیر. با این میمیری. گامپاودر هم گرفتیم. Let's go. خب کاری که ما میکنیم اول از همین گاو دوباره میکشیم. دوباره زنده شد و دوباره مرد. همون گاوه نبوده. بچه گوسفند نیست، بچهشه. نمیکشمش چون بچه ها هیچی نمیدن. بچه گوسفند هر حیوانی که مثلا بچه خوک یا بچه گاو باشه اینو بدونید هیچی بهتون دراب نمیکنه. اینجا برفه؟ بله اینجا هم برف هستش ولی گوسفند نیستش. چرا هستش؟ البته یه دونه است، دو تا است، چند تا است. آقایون داداشا جفته باشم. اون گوسفند باست بینامو. خب ببینیم این شب هم میتونیم زندگی کنیم. حتی این شب رو بخوابیم. تخت give me a تخت. آره تخت. من دلم تخت میخوام. ببینید من نمیدونم
با چه چوبی بسازم؟ با برچ و اوک و کابلستون، یا با برچ و کابلستون و صورتی، یا نمیدونم دیگه با یه چیزی بسازیم دیگه. با چی بسازیم؟ بذار یک چوب ولی چوب بکنیم با همین. در نرو تخم حالا بریم جای خونمون رو مشخص کنیم. ای تا اونجا زنده بمونیم. شت برو، فقط برو، در برو کوروش. درو کپی رایت الان. ببینم یه دونه فرنیس میسازیم، غذا میذاریم توش و میپزه و همینجا به پایان این قسمت هم میرسیم. بچه ها اینم از این سری ویدیو. ممنون میشم لایک کنین، کامنت بزنین، ساب کنین و داخل کامنت ها نظراتتون رو بنویسین که از چه چوبی و از چه چوبی استفاده کنم. بین این سه تا گزینه یکشون رو انتخاب کنین. چری، همین چوبای صورتی با اوک یا با برچ، یا آره دیگه بین این دوتا میشه دیگه. چوب صورتی یا با برچ یا با اوک، یا اوکو برچ یا اوکلاگو با برچ. فوش نگین کوروش فوش. بگین دیگه نظرتون رو بگین، حتما احترام میذارم به نظراتتون. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار. پیس.